بالاخره سالم خونه رسیدم. بعد این همه بدبختی کار و سکدو زدن و ترافیک بالاخره رسیدم خونه. یه انرژی مثبت، عشق، محبت. ببینم عیالم کجاست. عیال کجایی؟ چرا جواب نمیده؟ عیال کجایی؟ من اومدم. ای عیال مرض، ای عیال درد، ای عیال کوفت. این چه وقت اومدن صبح رفتی شب اومدی؟ خریدایی که گفتم گرفتی یا نه؟ چرا عصبانی؟ عیال چرا عصبانی؟ یه مقدار عشق، محبت، علاقه. عیال خریدار رو به علت افزایش چند برابری کالا این دفعه هم نتونستم بگیرم، ولی خدا رو شکر خودم سالم رسیدم. انشالله فردا میخریم. حالا من برم تا دوش بگیرم، شام آماده کن عیال، کنار هم با عشق و محبت و انرژی و اینا بخوریم. کوفت بخوریم مرد. از صبح تا الان گازمون قطعه، شامم خبری نیست. شام نیست؟ اشکال نداره. نفس عمیق. عیال انرژی مثبت، خدا رو شکر اشکال نداره. حالا یه شبم بدون شام، پس من میرم دوش بگیرم و بیام. عیال زحمت نکش، آبم قطعه، از صبح تا الان آبم نیست. آبم قطعه؟ نفس عمیق. هیچ اشکال نداره عیال، یه روز هم دوش نمیگیریم میخوابیم. برم ببینم اینترنت توی مملکت چه خبره، همه چی قطعه که. زحمت نکش، هی اینترنتمونم قطعه. اینترنت هم قطعه؟ بازم نفس عمیق. اشکال نداره، خدا رو شکر عیال تو این گرما حداقل برق داریم که نداریم قطع شد. بازم نفس عمیق. خدا رو شکر عیال همه چی نداریم، به جاش حداقل امنیت داریم. خدایا شکر.